ببینید جوش حرفه این آقا، این ترک برداشته قشنگ جوش پلاستیک زد. من چیزی نداشتم ولی این هست، این ترک برداشته اینجا ترک برداشته. ببین برای کسایی که هویه دارن این قسمت دوتا پیچ داره که این دوتا پیچ رو باید باز کنیم. ببینید اینطوری در میاد. دوتا پیچی که باز کردید اما مال من یکم سفته. خب آتا ببینید بعد یه میخی میخوام، میخ پیچی. البته من هویه‌ام 60 واته، برام یه آلومینیومی دست و سولی دور این بیارم یکم کلوفتر بشه. همینطور یه دورش ببینید اینجا یعنی این داخلی بعد این پیچو میبندیم دیگه. فقط هم بعد کسایی که هویه‌ام ندارم بهتون میگم. بعد از این تورا میشم تور پنجره همه جا گیر تو میاد. میتونم از بعضی بانده هستن که دارن این بانده ماشین دارن، اکثرا بانده خراب، ولی کار راحت اینو برید از ابزاراتی بگیرید، قیمتش هم نداره، خیلی هم جا پیدا میشه. اینا ما هویه‌مون رو زدیم تا فعلا گرم شه. این قسمتی که میخوایم جوش بزنیم و قشنگ تمیزش میکنیم. خب این اندازه این حجقه رو تورو میبریم، یکم توری ببرید بهتره. تکه کوشی که اینجا هست من زوم کنم واسه میذارید اینجا با هویه‌ام نمیره. این قشنگ اینو جذب میشه، اینش میچسبه. به همین راحتی فوکوس کنیم، قشنگ میره جسمش. یعنی حالا چیز خاصی هم نمیخواد، حتی برای کسایی که مثلا هویه و اینا ندارن، هویه نمیتونن پیچی میخواد بگیرن به فنده که اتمی گازی چیزی بگیرن و همین خیلی فشار بدن. خیلی هم کار آسونه دیگه، لازم این 100 تومن به پول تعویض جعبه بغل بده. به همین راحتی.